در دهه‌ها لیمیت شرکت برق تاجیک میگوید لیمیت نکرده ایم. آیا کارمندان شرکت برق تاجیک بعد از ساعت 10 شب کارهای تعمیری میگذرانند؟ ما روزنامه‌نگاران خوب داریم، ولی با اون معاشی که رادیوها پیشنهاد میکنه اون نمیتواند که در رادیو کار کنه. روسیه و دیگر کشورها فرق دارن برای گفتن اندیشه ها، ولی متاسفانه ما در شبکه‌های اجتماعی هم در دیگر جا می‌بینیم فضا برای روزنامه‌نگارای واقعی نیست. فضا بیشتر برای نفرای کوچگی بیشتر است. اگر شنونده فعال باشد، طلباتش باشد، موقع رادیو بالا می رود. چگونه موقعش بالا می رود؟ راهبریت رادیوها برای خبرنگارشان همین شرایط مهیا کنند که اون طلبات ها خانه شود. طلبات ها راهبریت رادیو تنها خودشان فکر نکنند، بله. خبرنگاران فکر کنند. برای این خارجی رفت، اروپا رفت، امریکا رفت، دیگر جا رفت و این شرایط ساخت. ولی این محبت، هم محبت به رادیو، هم به وطن، این چیزا باعث می شود که در شرایطی وزن هم باشه در اینجا میستید تا خدمت کنید برای شنونده، برای ملت. салом алейкум дӯстони азиз. подкасти медиаи науки мавсими дуввум аст аз академияи 3 медведя тақдими шумо аст. подкаст дар доираи лоиҳаи IWPR таҳия шудааст. ҳадафи лоиҳа баланд бардоштани зарфияти насли нав, таҳлилгарон ва рӯзноманигорон аст ки таҳлили босифат ва дастрасро ба ниҳодҳои давлатӣ ва ҷомеаи осиёи марказӣ пешниҳод мекунанд. бо шумо ман беҳрӯз насриддинов ва суҳбат дорем имрӯз дар мавзӯи беҳад ба ман шахсан писанд ва наздик бо радиожурналисти маъруф Саид Эҳсони Ҷалолиён. мавзӯи мо бошад радио аст. салом алейкум Саид Эҳсон, хуш омадӣ ба подкасти имрӯзаи мо. салом алейкум Саид Эҳсон, барои чӣ имрӯзҳо мо ҳамон услубро намешунавем? услубе ки як формати худат буд, имрӯз намешунавем умуман. барои чӣ? ташаккур беҳрӯз. саволи که زیاد پرسیده می شود که چرا امروزها سعید احسان با همون اسلوب یا یک استیلی خاصی که داشتم طور نمیخواند، خبرها را نمیخواند یا موضوعها را همینگونه، حداقل موضوعهایی که در برنامه منبر بررسی میشود همینگونه انونس نمیکند. یکمش این که اون وقتی خیلی زیاد طلب میکند. حالا من همچون سرمحرر رادیو امروز فعالیت میکنم و اینچنین برنامه هر روزه تحلیلی دارم که بعضا مهم میشود موضوع میکنم، ولی همیشه باید آماده کرد که آماده و پخش کرد تا اونی که شنونده ها بعدا بیشتر جذب شوند. و من در یک ماه یک مرتبه، در 2 ماه یک مرتبه میکنم که اون تاثیر ندارد و دیگر به گوش فراموشی هم میرود. یکم دوم حالت اون طرز خواندن، موضوع های خوانده شود که خیلی جدی باید باشد. و من بیشتر معرفی روزنامه امروز نیوز بود که موضوع های خیلی جدی و مهم داغ روز بررسی میشد، یعنی که آنونس رو ثبت میشد و تو اندازه وضعیت هم دیگر بود. ولی امروز وضعیت فرق کننده است و گذشته از این امروز من نمیتوانم که همه حرفای جالب در یک موضوع بگم، با چندین موضوع باشد و همینطور حرفای خیلی جالبی برای همه قشرها پسند پخش بگرده. حالا ببینید که یک روزنامه میتواند که 10 موضوع را بررسی کند، اما برنامه منبر در یک روز یک موضوع را بررسی میکند. اما همین یک موضوع برای قشر مثلا پسند است، برای قشر پسند نیست. و همین خاطر اونقدر توجه بالا این مسئله نکردیم، بیشتر به تحلیل موضوعهای دیگر رجوع کردیم. سعید احسان، شخصا با من شما از فهمیدم چرا این گونه اسلوب رو انتخاب کردیم؟ زیاد در فکر بودی، فکر میکردی یگون نوگونی باشد، یگون نمیدونم. میدونی در اول ما همینطور عادی میخوندیم که خب قدر توجهی مردم هم جلب نمیشه. ولی کدام وقتی من کمی بلندتر خوندم، خیلی واهمانه با صدای مخصوصی بلندتر خوندم که میبینم یک کمی واکنش میکند که چرا این طور میخونه، شما داد میزنید میخونید. علامت هایی که در اون متن ها هست، مثلا باید
جمله هست سوالی خوانده شود، جمله هست خطاب باید کرده شود، همینا که درست‌تر تلفظ کردن ببینید که توجه بیشتر شد و آهسته آهسته باز یک صدای واهمه و خیلی بلند خوندن گرفتیم ببینیم که توجه بیشتر شد. ما اون وقت کمی بیشتر هم بودیم، تقریبا 22-23 ساله و از زمان توجهی بین شنونده ما هم هوا گرفتیم به اصطلاح و به همین خاطر همینطور خوندن گرفتیم. راستی در یکی از سامانه‌های اینترنتی توجه می‌کردم، این سامانه پرس نقطه تیجی، در آنجا بوشه درباره رادیو گپ می‌زدن و در آنجا یک نفر کامنتاری نوشته است که اگر سید احسان دهشتگویش رو باز سر کند من هر روز آواز میدیم. در آنجا بوشه انتخاب می‌کردن رادیوی بهترین رو. میدونید این برای همه پسند نمیشود. حالا کدام وقتی در رادیو امروز ما یک برنامه را همینطور با صدای اکنون من 30 سال کمی رفته سی علاقه اون وقتی که گفتیم 22 ساله عین حال شاید انا 30 سال هم که رفتن گیرد صدا هم کمی میدونید پرتر و براتر شدن میگیرد. اگر من همینطور با همون لحن خوندن گیرم کمی باز صدا بلندتر خفستر بر اومدن میگیرد. اکنون به هم یک خیلی پسند نمیآید شاید، ولی گفتم که لیگ اودیتوریای معین بود که گوش میکردن. من تا حد سید احسان، من تا حد در زنگ تلفنی موبیلی گوش کرده بودم. نفر میرفت که صدای یکی بود دهشت گویو اومد بعدن الو جواب داد. من گفتم که یک مدت بود در همون وقت همین چیز ضرورت داشت، عین حال شاید ضرورت نداشته باشد، اما شاید وقت میرسد که باز امکانیت فراهم می شود که همین چیز ادامه کنه. حالت می شود که موضوع های روز من مثلا حالا ببینید که در دهه ها برق خاموش کرده می شود یا این حال راهگیرا گفتن بعد از گرون می شود. خب گرون می شود بعد از 10 نوامبر. بعضا حالت می شد ما بعد از خوندن همین متن ها چون خیلی میدونید موضوع های خیلی جدی بودن، حتی خودم میترسیدم تا به خونه برم چون خیلی واکنش های خیلی سخت میداد از نهادهایی که من نمیگم. در اینجا واکنش های خیلی سخت بود و در بعضا موردها به اداره هم می اومدن، حتی به اداره می اومدن میگفتن که ما با همون سید احسان در کار. من در نزدشون می نشستم میگفتن که من سید احسان کدام وقت یک کارمندی مقامات خیلی والایی به اداره رادیو امروز آمده بودن و گفتن که خیلی عصبی بودن، گفتن که سید احسان در کار. من گفتم من سید احسان نگفتن همون وای ما کرده گم میزند که همون در کار در نظرش باز میبارد سید احسان در ازش یک کودکی خورد. بعدن 3 مرتبه گفتم من هستم سید احسان که بعدن آوازم بلندتر شد. بعد فهمیدن گفتن همین است. اما آدمی که به خشم آمده بودن به خندهشون گرفت. بعدن صحبت کردن و گفتن که من دیگه خیلی تصور کردم حالا من جنجال کنی اومدم با شما، ولی هم که دیدم سرزنش نشده، برعکس خنده و تبسم شد. من خواهش کردم میتونم موضوع سید احسان که با همون صدای که آنونس ثبت نکرده این لحظه نمیدونم درباره بلوروی نرخی رالتون باشد نمیدونم خالی موندن میده های استودنت ها طولی چند روز است که در ناحیه ها برق خاموش کرده می شود در ساعت های معین و شرکت برق تاجیک همیشه بهانه جویی میکند که خب لیمیت نیست و ما تنها به خاطر کارهای پروفیلاکتیکی یا آماده کردن دستگاه ها به دوره زمستان خب خاموش میکنیم یک مدت و این همه ساله بوده و ادامه هم میکرده. بعدن در شب از ساعت 10:30 شب چگونه کارمندای شرکت برق تاجیک میتوانند در شب کار کنند. به همین خاطر در همین مورد بیاید یک دو چیزی که پیدا شد. خب در دهه ها لیمیت شرکت برق تاجیک میگوید لیمیت نکرده ایم. آیا کارمندان شرکت برق تاجیک بعد از ساعت 10 شب کارهای تعمیری میگذرانند؟ فکر میکنم کفایه. احسن. این صدا اکنون مراجعت میکنیم با شرکت برق تاجیک. گفتنی هستیم که اکنون ساعت 10:30 کارهای پروفیلاکتیکی کمتر شود باز خوبتر میشد. سید احسان تشکر.
بیو صحبت میکنیم در اطراف اینه که چرا در تاجیکستان رادیوی اطلاعاتی و گفتگویی به مانند اخو مسکوی نیست؟ چرا این گونه نیست؟ شاید گپ سری متخصصان باشد یا اینکه گپ سری آن است که شاید مخلصان این گونه رادیو کم باشن، یعنی که پیدا کردن این گونه مخلصان کم. میدونید گپ در متخصصان میرود و متخصصی که این امکان داشته باشد که مجوز بگیرد، مجوز رادیو را، چون اینم خیلی مهم است و خوب اگر همین گونه امکانیت شود و اینچنین شرایط مالیویش خوبتر باشد. یعنی که ما روزنامه‌نگاران خوب داریم ولی با اون معاشی که رادیوها پیشنهاد میکنه اون نمیتواند که در رادیو کار کنه. در اینجا از این میبرد که روزنامه‌نگار در یک جا کار نمیکند و چند کار رو یک انتخاب میکند. یکم اینکه برای مواد خوب برآمدن اون روزنامه‌نگار از صبح تا شام تنها در رادیو باشه. او هوش یادش برای آماده کردن برنامه‌های خوب تنها در رادیو باشد. ولی روزنامه‌نگار خب میباید 2 ساعت برنامه میکند، میرود تاکسی میزند، میرود یک کار دیگر میکنه تا اینکه روزش گذراند. در این صورت برنامه‌های خوب برآمدنش ممکن نیست. یکم دومش فکری روزنامه‌نگار علاقه داره دیگه. بله، یکم حالت همین است. وضعیت مالیویش، وضعیت مالیوی خیلی مهم است که برای یک روزنامه‌نگار همین چیز داشته باشه. دومش فضا، ببینید که روسیه و دیگر کشورها فرق دارن برای گفتن اندیشه ها. حالا ما اینه که در یک من در ناحیه شهرینه یک رادیو تشکیل کردن و رفتیم ما مثلا گویا ساختیم این رادیو را. اونجا رئیس ناحیه ما رو خیلی دستگیری میکردن چون ما میرفتیم هر کم بوده که هر چیزی که در منطقه خب نهادهای ناحیوی میشد میگفتیم، چون قانون چیزی دیگر میگه، دستور سپارش ها چیزی دیگر است ولی نهادها در پایین چیزی غیر قانونی، کارهای غیر قانونی میکنن، کارهای میکنن که شایم نیست. ولی همین هم میکردیم. خوب ولی همیشه واکنش ها میشد از ناحیه. بعد از اونی که رئیس ناحیه از سمت رئیسی رفتند و همین طور این در ناحیه شهری نبود، راهبری دیگر شد، منم دیدم که وضعیت دیگر شد رفتم. ولی یک وقت خوب وا خورده بودیم با همون رئیس ناحیه و همجا یک اشاره کردن که همه روزه از بالای خودت شکایت می آمد. ولی من میگفتم که من خودم سپارش دادم که کمبودی های نهادها را در ناحیه به طرز گوناگون گوید و همین باعث اون شد که شنونده هم خیلی زیاد، حتی یک رادیوی ناحیه شهری نبود، شنونده داشت در شهر ایسار خیلی زیاد، شنونده داشت در شهر ترسونزاده و دهه‌های اطراف مرز تاجیکستان در ازبکستان. یعنی از اونجا خیلی زیاد با ما تماس میگرفتن. یعنی فضا را امروز ما خالی کردیم برای رسانه‌های خارجی. حالا در اونجا رسانه‌های ازبکستان بیشتر فعالن. چرا؟ همین گونه امکانیت‌ها رو ما براشون کم میدیم، برای یا روزنامه‌نگارای منطقوی یا روزنامه‌نگارای جمهوریوی. به همین خاطر دلخواه رادیو با اصول شاید رادیوهای روسیه هم باشد، خود رادیوهای دیگر، اینقدر ما متخصصای خوب داریم. ببینید در دلخواه جا کار میکنه و همین روزنامه‌نگارانی که خود در تلویزیون‌های دولتی باشد، چون در خود در غیر دولتی اگر ما فضا را براشون بدیم بعداً معاششون خوبتر کنیم که اونا تنها در فکری آماده کردن کار خودشون باشد. همین ژورنالیستی که میدونید کوچگی از بین می رود اگر ما فضا را به اینو بدیم. ولی متاسفانه ما در شبکه‌های اجتماعی هم در دیگر می‌بینیم فضا برای روزنامه‌نگارای واقعی نیست. فضا بیشتر برای نفرهای کوچگی بیشتر است. اکنون من کوچگی همه را در نظر ندارم، بعضا نوشته ها را شما می‌بینیم هر روز در فیسبوک یا دیگر جا. به همین خاطر فضا امروز در دست اکثر ژورنالیستان کسبی نیست. بیشتر ما روزنامه‌نگارا داریم که سمتشان دیگر کردن. روزنامه‌نگار میراد بانکر کار میکند، روزنامه‌نگار رفت از مهاجرت در مهاجرت کار میکند، روزنامه‌نگار چند روزنامه‌نگارای خوبی هم داشتیم که در رسانه‌های خارجی کار میکردن و چند مرتبه از من هم پرسیدن که شما جای کار باشد ما رو بگید. معاشی که پیشنهاد کردیم گفتیم که مثلا کارمندای ما همه خیلی معاش میگیرن، راضی نمیشن چون که اون برای روزگذرانشون نمیشود.
این باعث میشه که روزنامه‌نگارا یا ترک تاجیکستان میکنن. من چند دیشم خیلی صحبت داشتیم، بعدا رفتن میبینید که در اروپا هم اونا شاید در کسب خودشون هم کار نکنن، اما استعدادها ترک میکنن. استعدادها میدونید کسب دیگر میکنن. در تاجیکستان نیستن، مغزها همون استعدادها نیستن. این مشکل است واقعا. گپ سری متخصص نیست، گپ سری مخلص پیدا کردن نیست، گپ سرمایه‌گذاری در رادیو. بله. اگه مبلغ چقدر که زیاد باشد، اما قدر این رادیو باز هم توجهش زیادتر میشد، یعنی که بمونند رادیو خماسکوی، رادیو اطلاعاتی و گفتگویی. بله، و یک چیز عادی است شما توجه کنید، همین رادیو آزادی خارجی است در تاجیکستان، حتی اون صداش پخش نمیشه، نه کمی در کم است که شما در فضا میشنوید. میشه برنامه‌اش طریق بعضی رادیوها پخش میشود، اما خودش نیست. ولی اینقدر بیننده زیاد داره. چرا؟ آن خاطره که او با روزنامه‌نگار خوب خودش به جلب کرده است. اونا بهترین گزارش ها را آماده میکنن. اونا هم کمبودی کم ندارن، اما یک سر و گردن بهترن. ببینید وقتی حالت همین طور است، یعنی یکم کی میدهد خبره؟ آزادی میدهد. یکم کی بررسی میکنه؟ آزادی. BBC. برای چی؟ معاش خوبترن، روزنامه‌نگاری خوبتر جلب میشن. اگر همینه خب رادیوی امروز داشته باشد، رادیوی وطن داشته باشد، مثلا همین امکانیت، شما میگه که همین کارو کرده نمیتونه. مثلا رادیوی امروز در سالهایی که تو به سال 2012 خب بعدن تو همین سالا معاش همین معاشه که میداد، ولی در اون وقت همین معاش خیلی بالا بود. مثلا 800 سوم میداد. در سال 2008 2009 2010 800 سوم خیلی مبلغ بود. 1000 سوم خیلی مبلغ بود، چون که شما با 110 سوم 120 سوم یک خلطه آرد میگرفتید. ولی امروز وضعیت تماما دیگر است. اینفلاسی بی‌قرب شوی پول است. خب بالا رفتن ارزش دلار و روبل در برابر سومانی است و اون معاش که میدن تماما کم است. و همون وقتی ما برنامه میکردیم در بعضی موارد میدیم که یکم موضوع ها را، بعضی از موضوع ها یکم ما میگرفتیم، بعد آزادی میگرفت، بعد BBC میگرفت. یعنی در یک روز ما 16 گزارش میکردیم، گزارش هایی که مثلا امروز در رادیو آزادی میره دیگر میرفت. مثلا همین اودیتوریا ساخته تونسته بود یک رسانه ملی، یک رسانه داخلی. میگه اینا میتواند، اما باید اون سرمایه خوب داشته باشه، باید اون دستگیری یابد. در این صورت ما میتونیم فضا را در دست، حالا فضای ما اینه که در دست ما کمتر است. همین یک خدمت بزرگی که امروز کرده شدن شبکه فیسبوک، خدمتی بزرگ کرده شده است که تا اندازه ما مردم در همین اطراف با اطلاعات و صحیح تامین کرده باشه. به اون خاطره که در اینجا اعضان مثلا بهترین روزنامه‌نگارا خب در فیسبوک پیدا میکنه. یک نفر یک خبر یا گزارشی مثلا فیکی دیهد زود تحقیق میکنن میگذارن. مثلا فیک هست. مثلا جمشیدی معروف داریم، اون خب با همون فکت چک هایی که انجام میدهد خیلی خدمتی بزرگ کرده شده است. خب مثلا در فیسبوک بعضا خدمت هایی که گروه های مخصوصا استاد رجب میرزایی دیگران که هستن مثلا خیلی خدمتی بزرگ کرده سونه، یک رسانه خیلی معتبر شده، سرچشمه شبکه اجتماعی است. اگر همین چیز ها نباشد، ما با اون رسانه هایی که خب اودیتوری خیلی کم داره، مثلا یک روزنامه ما چند قدر خواننده دارد امروز. من همه روزنامه های همون اطلاعاتی و سیاسی را در نظر دارم. حالا ما در جنگ اطلاعاتی اگر با همین رسانه ها باشیم، ما الکی شکست خورده. ولی از بس که فضا فیسبوک، اکنون من نمیگم که فضا فیسبوک توانست است که در جنگ اطلاعاتی پیروز ما را کرده است، اینگونه نیست. باید ما رسانه های ملی را مقتدر کنیم. همین چیز در ما نمیرسه متاسفانه. درست است آزادی مقتدر است، BBC مقتدر است، ولی ما میدونیم که اینا بس از اون خدمتی بزرگ هم میکنن، اما از ما نیست. اینا مثلا خب از امریکا یا از بریتانیا از این، ولی یک رسانه ملی که یا یک رادیوی ملی که نفوذ بیشتر داشته باشه، حداقل نفوذ منطقوی داشته باشه نداره. خب من
رسانه ملی که خاص جمعیتی باشه. خب پشتیبانی از گروه نکند، از مثلا سیاست نکند، راست بگید. همین گونه یک خبرنگار یکم رادیوی ما در افغانستان، اون جنگ و اطلاعاتی که داره، ما چیزی که گفتیم با اشاره های استاد نورعلی دولت، استاد چیزی که میگویم همون چیزی میگن که بی بی سی میگه، خبرنگار دارن در اونجا. همون چیزی که میگیم رسانه‌های روسی در اونجا خبرنگار دارن. همون چیزی میگیم که رسانه‌های آمریکا، مثلا آزادی، بی بی سی، سپوتنیک، اینا که از بیرون اداره میشن همینو خبره پخش میکنن. یعنی ما خودمون به واسطه دیدی تاجیکستان باشد، نگاهی تاجیکستان باشد نداریم متاسفانه که خبرنگار در افغانستان داشته باشیم. امروز ما تاجیکا از پنشیر میگیم، از تاجیکای افغانستان میگیم، اما یک خبرنگار، خب شما گید اون خبرنگار داره؟ نداریم. یک خبرنگاری که رسانه ملی باشد داشته باشیم نداریم. متاسفانه انینش خوفناک است. به اون خاطری که ما بیشتر تکیه میکنیم به منبع‌هایی که من خود در رسانه ها خبرهای فیکی خیلی زیاد است. چون ما با چی باید تصدیق کنیم؟ حالا درست است که مقاماتش تصدیق میکند، مثلا خب هستن گروهای تصدیق میکنن، اما در اونجا ولی دیدیم ما نگاهی یک خبرنگار تاجیکی که برای رسانه تاجیکی کار میکند از اونجا به واقعیت های افغانستان باشد، به واقعیت های خب دیگر کشورهایی که ما منفعت داریم، همین چیز نداره متاسفانه. ولی فکر میکنم سر این مسئله حتما کار خواهند کرد. سید احسان، امروز در وطن ما به حد رادیوی خصوصی زیاد فعالیت کرده ایستادند. همه رادیو بهترین هستند، فعالیت کرده ایستادند، لیک دشوار میشد لحظه که رادیو رو فعال میگردونی یک بار پای بردنی که کدام رادیو است. یعنی با ژانر و فرمت موسیقی یک است. اون لحظه که اگر که روی یا اینکه لاینری مخصوصی اون رادیو رفت، بعدا درک میکنی که های فلان رادیو است. بله درست میگید. چرا این گونه است؟ امروز میدونید یک از موفقیت هایی که رادیو پیدا کردن گفتین با همین راه موفق میشه بیشتر سرود پخش کردن است. بله. سرود و این چنین شو برنامه ها، شو برنامه هایی که اکثر رادیوها دارن. مثلا سرود هم باید چگونه باشد. رادیو امروز همین گونه سیستم داشت که سرودش تنها فارسی باشد، مثلا تاجیکی، ایرانی، افغانی، یعنی سه کشور سرودهاشون پخش میشده. یعنی در دایره همین ملت فارس پخش میشه. این حال خب بعضا به خاطر دوستی که ما با کشوری همسایه داریم، بعضی سرودهای کشوری همسایه میرود و اینچنین روسیه هم یک پخش میشه. ولی سیستم همین خیلی دیگر رسانه هم میبینی که اکثرا همین چیز است، ولی بعضا با فرق کردن که بیشتر سرودهای غیری من خارجی بیشتر گذاشتنشون فرق میکنن. اما موفقیت متاسفانه همه ما در همین دیدیم که باید موسیقی بیشتر مونه تا اونه که جلب شد. چون اکنون طلبات شنونده هم هست از یک دیدگاه، چون که شنونده باید طلب کنند. حالا در رادیو امروز ببینید چگونه طلب میکنن. حالا برنامه منبر همیشه طلب میکنن که ما میخوایم رادیو امروز این طور ببینیم، ما میخوایم چرا شما همین چیزا رو نمیگید، من کمبودی شده چرا نمیگید، چرا در رادیو شما این حالت ها نیست. یعنی شنونده این چیزا میگوید. با فعال بودن ما مجبور میشیم بعد از اونی که شنونده گفت خب یک مراتب میگید هر برنامه شما برای چخل میشید، مجبور میشید که به خاطر اونی که خودتون درست نشون بدهید، حدی اقل برای شنونده هاتون خجالت نشید، در نظرش اصلاح میکنه، تمام کمبودی ها درست میکنه. سید احسان، کاری خودی فعالیت رادیو از نه تنها از روی وابسته دارد، بلکه شنونده که جمع میشوند و شنونده نیست. بله، ریتینگ و گوش کردن رادیو نیست. بله، اگر شنونده فعال باشد، طلباتش باشد، موقع رادیو بالا میرود. چگونه موقعش بالا میرود؟ وقتی مردم از حقوق خودش دفاع میکنند، وقتی مردم میدون قانونا در هر مورد قانونا برخورد میکنن، خب فکر میکنم که مقامات هم
ترس پیدا میکنن از رسانه. حالا قریب 10 میلیون اهالی تاجیکستان شده است، میان مثلا 5 میلیون شرمنده میکند. اگر همه رادیویمون تقریبا تا 1 میلیونی شنونده داشته باشد، دیدی 1 میلیون، از اون بیشتر، خب از اون کمتر 800 700 باشد، همش چون اودیتور خیلی زیاد شد موقع پیدا میکنن. ولی این شنونده های عادی نباشن. این شنونده ها اون چیزی که خودشون نمیگیرن طلب کنن که براشون بدهه. بله. ولی بعدن راهبریت رادیوها برای خبرنگارشون همین شرایط مهیا کنن که اون طلبات ها خانه شود طلبات ها. چون وقت شنونده که بسیار شد، بدونید که رکلام هم بسیار میشد. وقتی رکلام زیاد شد، معاشی انمون خبرنگار زیاد باشد، اگر راهبریت رادیو تنها خودشون فکر نکنن. بله. خبرنگاران فکر کنن. امروز ترندها زود ایواز شده ایستادند و در آینده نزدیک رادیوی خصوصی با مشکلی مولوی روبرو شده میتونن. یعنی که امروز شنونده نیاز تنها به موسیقی و برنامه، یعنی که شنیدن رادیو نه اونقدر زیاد، زیرا که ما میتونیم طریق رسانه‌های اجتماعی یا اینکه از اینترنت سرود رو پیدا کنیم، گوش کنیم اون ترانه‌ای که با ما پسند است. اگر رادیو هم ویدیو پیدا شود در رادیو، هم متن پیدا شود، هم پادکست ها پیدا شود، آینده رادیو چه خیلی میشده باشه. لازم میوید با امروزه شنونده تاجیک رادیو فرق میکنند از دیگر نوع وسایل اخبار عامه. مثلا شما برای تلویزیون تماشا کردن حتما باید در خانه باشید، ولی بغیر تلویزیون شما میتونید که از تلفنتون برنامه را ببینید. خب برای روزنامه خواندن مهم نیست، در سامانه‌اش میدورید، مقاله را میگیرید میخونید، اما شما در سر چنبر ماشینید یکونچه خوانده میتونید؟ نه، تنها سامعه شما باید شما گوش کنید. شما در سر دهخانید کلنگ کش کرده ایستاده زمین، رادیو صدا داده ایستاده. رادیو موقعش گم نمیکند اگر تو اندازه کاهش مییابد، اما گم نمیکند. با اون خاطر که رادیو از دیگر نوع وسایل اخبار عمومی کلا فرق میکند. حالا درست است که یک مدت موقع تنگ کرده ایستاده، مخصوصا همین رشد کردن شبکه‌های اجتماعی اینترنت در تاجیکستان، همون رشد کردنش موقع کلی وسایل اخبار، تلویزیون، رادیو هم، اما با کل نمیتونن. دیگر رسانه اگر موقعش تنگ کند، رادیو را خیلی مشکل است تنگ کردن. با اون خاطر که شما رادیو را از رادیو تلفنتون میمونید، ولی ببینید در تلفن رادیو نصب میشه، رایگان است، نصب میکنید در کیسه‌تون میمونید، بعدن کاری بیتون میکنید. اون برای شما خبرهای نو به نو هر ساعت یا نیم ساعت پس برای شما پخش میکنند، اما شما بیتون ریخته ایستادید. حالا اون سطل بیتون آورده ایستاده، شما تلفن گرفته کار کنید، تلفن از دستتون میافتد، اما میگذارید، یا رادیو رو بلند میکنید میمونید، را کار کرده ایستادید. هم کار کرده کارتون پیش میرود، هم خوب با خبر میشوید. به همین خاطر موقعش این گم نمیکند، تنگ میکند، اما رادیو گم نمیکند. تنگ شویش از اون عبارت است که امروز ما از همون نفرانی که یعنی که تبلیغ دادنی هستن در رادیو واسه بر بله شما گفتید مثلا سری زمین است، بیتون است، لیک مثلا شرکتی هست که میخواد که با همون چیزی خودش رو یعنی که تبلیغ کند، بله، و با شنونده برسوند. یک مشکل میدونید برای اون که رکلامش رو بسیار بدید، همین چه خیلی مهم است برای حدیر خود رادیوی خصوصی که اینو تاونم فعالیت کرده از مبلغ رکلامی که به دست میآید. این باید رسانه ها، رادیو ها سامانه های خودشون داشته باشن تو اونی که رکلامی که شرطنامه میکنن با او شرکت و سامانه‌شون خیلی پرنفوذ باشه در برابر همیشه باید رکلام شود. خب اون شاید سرمایه گذار از امریکا باشد، اون میخواد که در امریکا گوش کند رادیو شما را. خب به این خاطر آنلاین در اینترنت هم رادیو شما باشد، سامانه هم داشته باشد. خب شما رکلام را هم آوازی طریق رادیو می رود که آنلاین گوش میکند، هم می نویسید با دو جمله، در این صورت همون موقعیتش گم نمیکنه. اونه که حالا
بعضا رسانه‌های هست بعضا رکلام میکنن خیلی زیاد است، مخصوصا سامانه‌هایی که با رکلام سر و کار دارن، اما این یک مدت است. هرچند اینا هم تنگ کردن ولی این تماما جای رادیو را گرفته نمیتونن. بیشتر از تلویزیون ها همین قریب اکثرتشون سامانه دارند، در سامانه ها هم اون را تماشا کرده می شود و همین خاطر این رکلام دهنده این جنبه مسئله را دیده رکلامش میدهد، وگرنه مشکلات رکلاماتی با تلویزیون هم می آید. اگر اینجا بعد موقع سیاسی هم دیده رکلام میدن، بعضا شرکت ها برای بعضی هدف های سیاسی دارن به این خاطر توجهشون به رسانه‌های دولتی هم جلب می شود. اما فکر میکنم در همین شرایط اون تبلیغی که رسانه‌های غیر دولتی میکنن این نفعش باز اگر رادیوها را قیاس کنیم خوبتر و بهتر است. اون تلویزیون‌های خصوصی سطح جمهوری خیلی کم داریم، نه که رادیوها خیلی خصوصی. مقصد که شنونده توجیک ویدیو متن پادکست و رادیو را قبول کرده میتونه یکی گره میتونه، چون اگر ایلوا کنه نماش فضا را کلان میکنه. مثلا اینه که شما تنها برای شنونده ها نمیکنه، چون که گفتم شنونده دیگر تنها در سری چنبر گوش میکنه، در خوب دهخان است گوش میکنه، سری زمین خوب کار کرده ایستاده است گوش میکنه، اما او در سری کار نشسته است. خب برای او حتما اگر ما صدای در شبکه‌های اجتماعی مونه یا خوب سامانه داشته باشیم، هم ویدیوش گذاریم، مثل که امروز آزادی کرده است خیلی موفق شده است، یا که دیگر رسانه کرده اینا موفق شده. در این صورت فضا کلان می شود، شما را تنها صدای گوش نمیکنن، هم میخوانن، هم میبینن، هم مثلا بها میده، هم برای کاری کرده شما حالت و این هست که بها هم میدن در اونجا می نویسن. ولی بیشتری حالت ها رسانه را بیشتر شنوندش آنلاین بودنش، خود هم در اینترنت هم در رادیو آنلاین بودنش بیشتر فضا را بیشتر میکنه. سید ایسو من که ها باز ریپورتاج هایی که در وقتش میکردن در رادیو با اینترشوم، ریپورتاج هایی که با یک صحبتی جالب داشتن نشونیدم. چرا اینگونه ریپورتاج ها کم شده ایستادن امروز ها و گپ سری مولوی باشه؟ بله، حالا میگه که همون گزارش هایی که در رادیو پخش شود، میدونم همون گزارش هایی که پخش میشد، این گزارش ها نصفی تحقیقات ژورنالیستی است. شما یک گزارش رادیویی میکنید، دو جانبی، دو پهلوی مسئله را میشنوید، حالتی واقعیت میگید، شاهدا را صداشون میگیرید، کارشناس داره. نصفی کاری تحقیقات روزنامه‌نگاری است و برای یک گزارش وقت ضرور است، بعداً خراجات است. برای هر مثلا رفته مصاحبه گرفتن، رفته جای حالت دیدن، اینجا خراجات است که این باز مسئله مالیوی است. و هم خاطر من مثلا رادیو امروز بیشتر گفتم میکردن این کارا، ولی امروز آزادی کرده شدن کم خیلی زیاد هم میکنه. ولی چرا ما نمیکنه؟ مثلا ما گوییم که 30 سومون برای یک گزارش میدیم به فرض مثال، یا 50 سومون میدیم، ولی او برای یک مصاحبه رفتن بودن شاید تاکسی به 50 سومون میراد میشه، یا 5 سومون میشه، زیاد میشه. به همین خاطر اینجا هم اگر میگیم که برای یک گزارش 500 سومون میدیم، او هوسمند میشه. پادکست میتونه جای رادیو رو گیرد؟ من گفتم که نمیتواند که کلن بگیرد، چون اون موقع هایی که هست با اون تنها مالی حلال رادیو است و مالی یکم چیز دیگر شدن نمیتونه. سید ایسو شخصا رادیو برای تو چی داد؟ رادیو برای ما نام داد، تا اندازه نام داده ایستاده است. نام داده ایستاده است. بله، چون این نباید این کار نکنیم. خب بعداً رادیو باعث آن شد که ما در تاجیکستان بستیم. محبتش، حالا معاشو درآمد خوب نیست، ولی محبتی که من باور دارم خود شما هم میتورست درخت. من یعنی واسه گفته ایستم ما نیست کرده ایستم، هر یک گفته های شما رو سریسان، چون این محبت تی رادیو ما شما را
قبی دست در همینجا ایستادیم، وگرنه ما هم میخوایم که خونه و در داشته باشیم، ما هم میخوایم دل مثلا شرایط های دیگر داشته باشیم، ولی این در این شرایط کمتر است که به دست آره. باید برای این خارجی رفت، اروپا رفت، امریکا رفت، دیگر جا رفت و این شرایط ساخت. ولی این محبت، هم محبت به رادیو، هم به وطن، این چیزا باعث می شود که در شرایطی وزن هم باشه در اینجا میستید تا خدمت کنید برای شنونده، برای ملت. لحظه‌ای که در پخش مستقیم صحبت میکنید این کیفیتش دیگر است. بله. و من لحظه‌ای به من دویما میگفتن که رادیو چگونه است و من برای تو شخصا دویما یک چیز میگفتم، یک بمونند یک بیماری است که بله گرفتار میشه در حقیقت و دوست میداری همون کارو. هر لحظه میخوای در پخش مستقیم باشی، با شنونده در ارتباط بوده، هم سر اول طبیع شنونده رو بولیده ساختن، یعنی که فرماتی که من داشتم شخصا، و از بولیدگی طبیع شنونده بولیده میگیره طبیع. بله. این به نظرم روزم بهترین. بعد دیروز یک چیز است که حالا اگر یک نفر همین طور از رادیو رفت، یا او باید اون رادیو گوش نکند، یا وقتی رادیو گوش میکنه همیشه تماس بگیرد چون نمیتواند. بله. یک نفر موقعش گفت که مقابل موقع او است، حتما تماس میگیرد، موقعش گپ میزنه. خاطر من یک ماهی که در استراحت رخصتی بودم، کوشش میکردم گوش نکنم، چون همکارا رو هر وقتی که گوش میکردم یک حرفی که یک همکارم میگفت زود باید من نویسم، زود باید زنگ زنم که بله. این حرف نگو، این نش باید این طور بود، چون علاقه شما نمیتوانید، همون تحمل پذیری در این نسبت کمتر میشه. من فکر میکنم این چیزه خود شما و دلخو نفرانم باید داشته باشه. برای خاطر این خیلی چی است، این دوست داشتن، این رابطه داشتن، یک کنده کردنش خیلی دشوارتر است. سید احسان، من در نوبت خود سر اول سلامتی رو ارزومند هستم. سلامتی باشد همش می شود و تشکر زیاد که امروز به پادکست ما تشریف آوردید. سلامت باشید. تشکر سید احسان. تشکر میکنم برای دعوت و آوردن یک صحبت و دادن یک امکانیت، چون همین روزنامه‌نگار همیشه میخواد که در یک منبر دیگر نظرش گوید، دلش خالی کند و در نزد دوستا باشد. تشکر میکنم. تشکر زیاد. دوستان عزیز، موضوع ما رادیو بود و نگفتن آمد که پادکست مذکور در دایره لایحه IWPR تهیه شده است. هدف لایحه بلند برداشتن ظرفیت نسل نو، تحلیلگران و روزنامه‌نگاران است که تحلیل با صفت و دسترس را به نیازهای دولتی و جامعه آسیای مرکزی پیشنهاد میکنند. محتوای پادکست نظر و دیدگاه تنها به مؤلفان مربوط بوده، میتواند به موقع رسمی IWPR مخالفت داشته باشد. خدا و نزدیکان خود را احتیاط کنید. خیر.